این اولین هدستیه که من توی زندگیم خریدم. فکر میکنم وقتی 7-8000 تایی بودم خریدمش. این هدست از اول کارم با من بوده و میبینین که چجوری هم پوسیده و خلاصه کلی خاطره باهاش دارم، کلی ویدیوی خفن باهاش گرفتم. اولین چیز گرونی بود که من خریدم. اون موقع خریدمش 720,000 تومان. اونم با حمایت‌های شما بچه‌ها، دمتون گرم. هدست اونیکوما کیتن پرو. یه دیگه از اون آنباکسینگ گذاشتم اول ویدیو، امیدوارم دیده باشین، خوشتون اومده باشه. خلاصه اومدم بهتون بگم بچه‌ها بعد زودتر این کارو می‌کردم، ولی خب دیگه این کارو نکردم دیگه. آیتمای دیگه خریدم به جای هدفون جدید یا همون هدست گیمینگ. بچه‌ها من این هدست رو دیگه تعویضش کردم دیگه. اینو فقط دارمش یادگاری برای خودم نگهش می‌دارم که اولین چیزی بود که من خریدم باهاش کارامو شروع کردم. اولین هدستی بود که داشتم باهاش کارامو ادامه دادم. چقدر ذوق داشتم وقتی اینو خریدم بچه‌ها، خیلی ذوق داشتم و خیلی هم رفتم مثل من همین هدست رو خریدن دیگه. خلاصه هدست خفنی بود دیگه، هم دوستش داشتم. خلاصه دیگه وقت آپدیت دیگه. این هدست دورش گذشت. الان همونجور که شما توی تصویر میبینید بچه‌ها، داخل این بسته، داخل این پک خفن ترین هدست گیمینگ جهان، دقت کنین به حرفام، خفن ترین و بهترین و فول ترین و تمام کننده ترین هدست گیمینگ جهان داخل این پکه. حالا قبل از اینکه بریم سراغ این آنباکسینگ خیلی خفن بچه‌ها، یه تشکر ویژه کنم از شما که این همه منو حمایت میکنین. بالاخره بچه‌ها حمایتای شما الکی نیست دیگه. حمایت میکنین که کارمون رو پیشرفت بدیم، هی کارمون رو قوی‌تر کنیم. مثلا شما حمایت کردیم ما لپتاپو خریدیم که بتونیم با علی گیم بازی کنیم، گیم‌های بیشتری بازی کنیم، بتونیم حتی تو مسافرت هم ویدیو بگیریم. این هدست هم گرفتیم که کارمون با کیفیت تر بشه، یعنی اینکه مثلا کارمون حرفه‌ای به نظر بیاد، بگن آقا این گیمره یه هدست خفن داره. اوکی دیگه خیلی حرف نمیزنم، سرتون رو بدرم میام، بریم با هم دیگه بازش کنیم ببینیم چجوریه. لایک و کامنت دنبال فراموش هیر وی گو. اول از همه ما جعبه‌شو از داخل این پک در میاریم. خب و واقعا تهران بچا جای خفنیه، همه چی اصلا نیاز نیست سفارش بدی، حضوری هم میتونی بری بخری. نگاش کنین چقدر این هدست خفنه. خب الان از تو پک درش آوردیم بچه‌ها. همونجور که میبینین این هدست جایزه هم حتی گرفته و توی سایت IGN که دیگه معروف ترین سایت راجع به همین موضوعاته که بهش 10 از 10 داده، مسترپیس. دارم میگم جایزه هم گرفته و این بالاترین هدفونشه. خب و برند استیل سریز هم هست بچه. استیل سریز بهترین هدست های گیمینگ جهانو میزنه. یه مدل خیلی معروفش هم هست که قبلا داشتم، فرشاد داشت، الان دیگه به روزش کرده، رفته یه جدید و خرید، همینو رفته خریده. خب منم دیدم داشت فرشاد داره دیگه، خیلی خوشم اومد، گفتم برم ببینم مدلش چیه. مدلشو دیدم گفتم پشمام، این خفن ترین هدست جهانه، باید بخرمش دیگه. هی هدست نخریدم تا دیگه اینو خریدم. خیلی هدست خفنیه. بذاریم مدل دقیقشو بهتون بگم بعدش بازش میکنم بچه. استیل سریز آرکتیس نووا پرو وایرلس مخصوص کامپیوتر و PS5. یه نوع دیگه شو داره مخصوص کامپیوتر و ایکس باکس. خب اینا با هم دیگه فرق میکنن. یه نوع دیگه شو داره بی سیمه. خب یه نوع دیگه شو داره با سیمه. من اونیو گرفتم که مال پلی استیشن و کامپیوتر و بی سیمه. خب چون بی سیم نداشتم، دوست داشتم بی سیم داشته باشم. بلوتوثی هم میشه، میکروفون هم داره. اینم پشتشه بچه. البته اینو بهتون بگم یه بار بازش کردم خب چون خیلی هیجان داشتم نمیتونستم صبر کنم. این پشتش نگاه کن، اینجا میکروفونشو نشون داده. اینم مخصوص چیزشه، اسمش چی بود، مخصوص وصل کردنش به کامپیوتر دیگه. بعد شارژش هم بکنین. اینا خلاصه خیلی هدست خفنیه. آقا بازش میکنیم دیگه. خیلی باز کردنش بچه. اصلا این جعبهش، خب من قیمتشو آخر دفعه بهتون میگم، بذاریم بازش کنم. اصلا این جعبهش یه حس خیلی خفنی میده. خب خیلی حس خفنی میده. حالا نگاه کن، این رویشو برداشتیم، این داخل رویشه. این نگاه کن، این همه چیزشو نوشته دیگه، اطلاعاتشو، امکاناتشو. بعد زیرش هم یه دونه چسب داره، انگار دفترچه است، نمیدونم چی. حالا اینو بعداً بازش میکنم. خب حالا اولین چیزایی که میبینیم بچه‌ها، نگاه کنین اینجا رو میبینی. اینو نمیدونم حقیقتا چیه. خب اینو دستش نزدم که تو آنباکس ببینم چیه. نگاه کنین لوگوی استیل سریز هم روشه. خیلی چیز باحالیه. بذارین اول بازش بکنم اینجوری. به به به. خب انگار دفترچه رو. اولا که این یه کارت خیلی خوشگله، نگاه کنین روی همین بود، خیلی قشنگه. بعد این دفترچه‌شه دیگه، فکر کنم دفترچه راهنماشه دیگه، همه چیزشو به همه زبونا داخلش نوشته. خب ما با این چیزا خیلی اوکی نیستیم. این دوربین نامردم هی فوکوس میکنه روی این تیکه میکروفونم، اینقدر فشاری میشه دسته. خب آقا مورد بعدی خود هدسته. خب این هدست نمیدونم چرا اینجوری پکش کردن، ولی خب اینو میذاریمش کنار با هم دیگه، بقیه چیزاشو ببینیم بعدش میریم سراغ هدست بچه‌ها. خب حالا اینجا رو میبینین چقدر
انقدر خفنه بسته بندیش. بذارین اینو باز کنم. این نمیدونم چیه خودم. خب اینو میره. اوه مای گاد، ایناشو بچه اصلا دست نزن، فقط خود هدستو دیدم. پشمام این چیه؟ وای این چی میتونه باشه؟ وای خدا این کابلو نگاه کن چقدر باله. بعد دیگه چی داره؟ همه کابلاش داخل اینن. خدایا نگاه کن. اینو برای شارژشن. تایپ سی هم هست بچه، شارژرش تایپ سی هم هستن. 2 تا کابل هم هستن. فکر کنم هم سیمی میشه هم بی سی میشه. خیلی باحاله اگه اینجوری باشه. این یکی چیه؟ این یکی چیه بچه؟ این فکر کنم باتریشه. یه باتری زاپاس هم داره. نگاه کنین اینجا شما. اوجه خیلی خفنه. پشمام. برای هدست خفن دیگه باید هم همچین چیزایی بذارن داخل بسته‌بندی. اینو نگاه. این چی؟ فهمیدم این نویزگیر میکروفونشه بچه. سب کنیم بازش کنم. خدایا حاجی این دیگه ته هدست ها. این خفن ترین هدست دنیاست دیگه. اکسمارمی لایق خفن ترین هدسته. اکسمارمیا باید گیمرشون بهترین هدست ایران و جهان رو داشته باشه. آقا نگاه کنین. این پشمه مال میکروفونشه. خب میگم پشم، من بهش میگم پشم. فکر کنم در اصل نویزگیره. اینا به دردمون میخواد. اینا رو بعد نگه داریم. میذارمشون داخل همین باشن بچا. همشون رو میذارم داخل این. میریم سراغ آیتم بعدیش، یعنی میریم سراغ این یکی که مخصوص وصل کردنش به کامپیوتر. خب حالا نوبت اینه بچا. وای اینو برداشتیم. اولا که چرا شبیه دوربین شکاری این؟ من نمیفهمم چی. او مای گاد این چیه جدی؟ این چرا این شکلیه؟ خیلی باحاله. با اینکه همه چی رو از توش برداشتم بازم کارتونش سنگینه، جعبش سنگینه. او مای گاد. او لالا نگاه کن. اینا چی ان؟ اینا سوکت های یو اس بی هاشن. فکر کنم وصل میشه به این. اوجی اصلا پشمام این چیه؟ آقا این هر چی بود مهم نیست. ولش کنیم بره. اصلا ولش کن. این چیز مهم نیست. این که مهمترین تیکشه. آقا این عشق من اینجاست. توی این گونی گیر افتاده. وای اصل کاری اینجاست. خدا بذارین درش بیارم. وای هدستو نگاه کن. هر چی بگم کم گفتم. شما لایق این هدستین بچه. این هدست مال اکسمارمی هستن. بذارمش روی گوشام اینجوریش کنم. خب مای گاد، یعنی شما قراره از این به بعد منو اینجوری ببینید بچه. انقدر خوشگل وکیوم میکنه، انقدر خوشگل جمع میکنه همه صدا رو اینجا. اصلا دیگه هیچ صدایی از بیرون نمیاد. کلا فقط همین صدای داخل هدست میاد و میشنوین. بچه هدست رو وصلش کردم. اینم دکشه. بعد با این کم و زیاد میشه. یه مانیتور دیجیتالی داره. البته نمیدونم اسم اینه چیه ولی خب دیگه من بهش میگم مانیتور دیجیتالی. بعد نگاه کنید پشتش چند تا پورت داره. تایپ سی رو زدم توی یو اس بی یکش، زدمش به کامپیوتر وصل شده. خب بعد الان هدست هم اینجاست. بی سیم دارم باش کار میکنم. خیلی خفنه بچه. صداش، کوالیتیش، همه چیزش عالیه. بعد فقط این دکمه رو میزنی روشن میشه، این دکمه رو میزنی خاموش میشه. الان نگاه کنید من این دکمه رو نگه می‌دارم خاموش بشه. خب الان اینجوری خاموشش کردم. حالا مثلا باتری تموم کرده، یعنی شارژ تموم کرده. چجوری باید شارژش کنی؟ اینو برش می‌داری، این باتریشه. خب بعد باتریش هم اینجوری در میاری. بعد این درشو میذاری سر جاش، اینو سر جاش. بعد حالا میخوای مثلا باتریشو شارژ کنی، این دستگاهشو میاری. خیلی ساده و ایزی. این قسمتی که اینجوریه رو میزنی داخل اینجوری. بعد نیا کنین اینجا پاورشو میاره. نیا کنین اینجا زده الان فوله، الان شارژش فوله. ببینید یه رد و برق دقیقاً عین گوشی میگه فول شارژش. بعد نیا کن اینجوری ولومش کم و زیاد میشه. رو خودش هم میتونی دستکاری کنی ولومشو. تازه خلاصه خیلی خفنه. من اصلا خیلی حال کردم با یه هدفون. اصلا باورم نمیشه این چجوری یه هدفون میتونه اینقدر آپشن داشته باشه. خدای الکی نیست اینقدر جایزه گرفته. دمشون گرم. این هم از این تموم شد رفت. هدست گیمینگ ما آماده است دیگه. از این به بعد ویدیوامو با اینه. او مای گاد، یعنی قراره من اصلا اینجوری ببینید دیگه از این به بعد. سبگاش چطوری عشقم؟ اوکی بذار بیارمش نزدیکتر شما بازم ببینینش بچه‌ها. حیفه دیگه نذارمش تو سرم فعلا شما ببینینش دیگه. این همه منتظر موندین هدست بیاد دیگه، نذارمش مستقیم رو سرم. ببین لوگوی استیو سریز هم روشه. این مال بلوتوثشه دیگه. خلاص خیلی خفنه دیگه. آره اینجا دکمه خاموش روشنشه و دیگه اینا همینجوری دیگه. آره اینجا هم برای میکروفونشه فکر کنم. یه جاش برای میکروفونش اینجوری میاد بیرون. آها یا احساس میکنم اینو باید بکشم.
خب بعد از اینجا میکروفونش میاد بیرون. فکر میکنم آها ببین این میکروفونشه. واو اوکی بذارمش رو گوشام. خب ساب گایز چطوری؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی خودتون. من اصلا میکروفون استفاده نمیکنم، خودمون میکروفون داریم. بچه باورتون میشه من این میکروفون رو خریدم 6 میلیون. خب الان قیمتش 15 میلیونه. پشمام یا خدا. خب آقا بذارین قیمت هدست رو بهتون بگم بچه. هدست رو من رفتم اونجا، میدونستم خودمم قیمتش چنده ولی بیشتر از اون چیزی بود که فکر میکردم، ولی با همون قیمتی که فکر میکردم بهمون فروختن. یعنی بچه قیمت این هدست 30 میلیون تومنه که با تخفیف، چون تخفیف خورده بود، آف خورده بود، به ما 24 میلیون و 900 فروختن. یعنی خوشگل 5 میلیون تومن تخفیف خورده بود. خب ما 24 میلیون و 900 خریدیم، ولی اون یارویی که به ما فروخت میگفت در از قیمتش 30 میلیونه که شما با تخفیف خریدین. پشمام ریخت واقعا. فقط اینو بهتون بگم بچه این دیگه ته هدسته، یعنی دیگه بالاتر از این نیست. اگرم باشه مثلا قیمتاشون خیلی بالا باشه اونو مطمئن باشین دیگه مثلا همین جریان PS5 طلا و ایناست. مثلا PS5 طلا ممکنه قیمتش 200 میلیون باشه. اصلا قیمتی شما نباید ببینید، تجهیزاتی و امکاناتی بچه این هدست بالاترین هدست تا این تاریخ. هدست اس سیریز یه هدست خیلی معروف هم هست که دیگه امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه. دیگه من از این به بعد با این هدست توی ویدیوها میبینیم. عشق منی دیگه من بعد وصلش کنم به کامپیوتر و همه چیزشو فیکس کنم که دیگه کارمون رو با این هدست شروع کنیم و اون یکی هدست هم دیگه عتیقه میشه. عشق منی دمتون گرم تا ویدیوی بعدی. بای بای.